تمام برادرانی که علم آموختند و در دانشگاه ها خواندند یا در نزد علمای و مشایخ علم آموختند، ولی امروز به سبب این مشکلی های زیاد از تعلیم دادن علم و از درس خواندن و از درس دادن و از تعلیم دور شدن، آنها را یک مراتبه خاطر رسان میکنم که بازگشت به سوی این دین مقدس اسلام کنید. بازگشت به آن روزهایی بود که پدرتان یا استادتان شما را از این کشور به این کشور توصیه کرد، بردمان تعلیم گرفته آمدید. انا مثلا بعضی استادا ما میدونیم به قوقن رفته علم گرفته آمده بودن در آخرهای زمان شوروی، از قوقن علم گرفته آمدن، یعنی سفر کردن، غربت کشیدن، عذاب کشیدن و امروز این وظیفه خود فراموش کردن یا اینکه مشغولی به دنیا شدن. مردم، خاصتا مردمی ما، به شنیدن علم محتاج هستند. در کجایی که نباشید آنها را خاطر رسان کنید. و یک حدیث است در سنن ابن ماجه، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر آخر این امت اول این امت را لعنت کند، فمن کان عنده شیء من العلم فلیظهره، کسی که اگر علم داشته باشه علمش روی آب برآورد، علمش بیرون برآورد، علمش را آشکار کند، علمش در داخل قلبش همراهی خودش به قبرش نرود. رسانیدن علم واجب است و کسی که علم دارد و علمش را نمیرساند روز قیامت و زبانش لجام آتشین زده میشه و مردم او را لعنت میکنند.